بازرگانی‌ها اجازه بازی ندارن. اعتراض وارد نیست این هفته در آپارات. که یه بسیجی بود که معلوم بود که مشخص بود از تیپش، از لباسه خاکیش که من زیر چشمن میدیدم. اون اومد سمت من، دستش رو من بلند کرد و تهدیدم کرد به اینکه بهم تجاوز میکنه. الهام مدرسی، معترض و زندانی پیشین در گفتگو با BBC بعد از خروج از ایران میگوید به علت شکنجه و محرومیت از درمان در زندان حالا نیازمند پیوند کبد است. همچنین در برنامه امشب مسئله معیشت خیلی مهمه. عرض کردم اذعان رهبر جمهوری اسلامی به اوضاع سخت معیشتی. خامنه‌ای میگوید تحریم‌ها مردم ایران را گروگان گرفته. ریشه اصلی اختلاف آمریکا و ایران خاورمیانه و منطقه است. اعتراضها به سخنرانی دیپلمات ارشد سابق ایران در ستاد فرماندهی استراتژیک آمریکا. منتقدان میگویند چرا پنتاگون به این چهره جمهوری اسلامی تریبون داده؟ و موج حمایت معترضان و جامعه هنری از مهدی یراحی. انجمن قلم آمریکا هم بازداشت او را سرکوب ظالمانه آزادی بیان خواند. شصت دقیقه زنده از BBC در لندن. سلام. در هفته‌های منتهی به سالگرد شروع اعتراضات زن زندگی آزادی، فشار حکومت ایران بر فعالان سیاسی و معترضانی که بازداشت شده بودند بیشتر از قبل شده. بخشی از این فشار بازداشت‌های گسترده و آزار دادن زندانیان با زمینه بیماری است. یکی از این معترضان بازداشتی پارسال